برای ما تخت جمشید 2500 ساله هخامنشی آثار باستانی محسوب میشه. برای کوروش بزرگ و هخامنشی‌ها اهرام 4000 ساله مصر آثار باستانی محسوب می‌شده و برای فرعون‌ها و مصری‌ها تپه‌های 6000 ساله چوغامیش توی ایران آثار باستانی محسوب می‌شده. اگر ما به 6000 سال پیش توی خوزستان سفر کنیم، اولین درخشش تمدن ایرانی‌ها یعنی ایلامی‌ها رو می‌بینیم. جایی که اولین ساز تاریخ یعنی چنگ ابداع شده، اولین میگساری تاریخ توسط آبجویی که خودشون کشف کردن انجام شده، اولین کنسرت سمفونی تاریخ اونجا برگزار شده و همینطور اولین ترانه شاد اونجا نوشته شده. با هم بریم این ترانه